حضرت ادریس که این قصه قرآنی است که زنده به جنت رفتگی هست، وقتی میگه به نهایت کار میکرد، بسیار زمین ده کار میکرد، عزرائیل میگه چنان ذوقش میآمد کار ادریس هم میدید. روز میگه از جانب خداوند اجازت گرفت که همین پیغمبری تو را من زیارت کنم، و به نهایت که عبادت زیاد داشت میخواست که عبادت ادریس تماشا کند. وقتی میگه و هو کان صائم الدهر، میگه صاحب کتاب ادریس میگه دائما روزدار بود. باز از جنت میگه یک مقدار طعام میگه عزرائیل گرفت خانه ادریس آمد نشست، و ادریس میگه اول نشناخت، طعامی که آورده بود تناول کرد. از بین میگه قریب 4 روز گذشت، نه میخورد نه طاعت عبادت میکند. ادریس که آداب مهمانداری را میدانست پرسانش کرد تو آیا بشر هستی؟ تو آیا از تخم انسان هستی؟ گفت نه من از تخم انسان نیستم، من برادر تو عزرائیل هستم. ادریس با مجرد شنیدن عزرائیل گفت تو قابض روح هستی؟ تو قبض کننده جانها تو هستی؟ گفت بله من هستم. گفت این 4 روز تو در خانه من بودی، آیا تو کسی را جانش قبض کردی؟ میگه حضرت گفتن ارواح الخلق عندی کالمائده اتناولها کما تتناول اللقمه. ادریس گفت جان تمام مردم گفت در نزد من به منزله یک دسترخوان است. چگونه که از هر جاش تو یک لقمه را میگیری میخوری، این جان تمام مردم در روی دسترخوان است در نزد من. کدامش تا که امر شد همون زمان میگیرم. تا امروز چندین هزار جانش گرفتیم. من خود گفت جان میگیرم، فقط کشیش جان به نماینده های من، به خدمتگارهای من وابسته است. اونها میکشند تا حلق میارند و من جان میگیرم. این گفت به همین منزله است، گفت برای من هیچ مشکلاتی نداره. میگه ادریس گفت عزرائیل گفت تو برادر من هستی، من هم مرگ را چشیدن نمی شود، زیرا خدا گفت از همه نفس باید مرگ بچشد، لیکن من خدا را دوست می‌دارم، ذکر خدا را دوست می‌دارم، می‌خواهم که ابدی زنده باشم و فقط در ذکر خدا باشم. وقتی جان مرا گرفتی تو یک بار دیگه به سوی خدا باز دعا و تضرع کن، مرا جان دوباره بتد. میگه عهد کردن. وقتی که بعد چند مدتی آمده جان ادریس میگه گرفت و حضرت عزرائیل گفت خدایا، گفت این بنده به سوی تو هم دعا کرده بود، از ما هم تضرع و زاری کرده بود که جان دوبارهش بتیم، چی می شود؟ این ذکری ترا دوست می داشته است، عبادتی ترا دوست می داشته است. خدا که در ازل ادریس کشیده بود جان دوباره رو میگه با ادریس داد. ادریس وقتی میگه از خواب مثل که بیدار میشه، عزرائیل نزد خود دید، گفت برادر عزرائیل گفت این چی دهشت بود که تو بر من روا کردی. گفت ادریس گفت الرفق الذي فعلت بك ما فعلت على احد قط. ادریس گفت چنان مهربانی در وقت جان گرفتن بر تو کردم که چنین مهربانی را برای هیچ پیغمبر پیش از تو نکرده بودم. چگونه معامله کردم؟ حضرت ادریس گفتن آیا به تو وصف کنم، بیان کنم که چگونه جانم دادم؟ گفت بیان کن. گفت این الحیوان اذا انسخل جلده وهو حی فمرارته اشد منه. میگه ادریس گفت ملک الموت گفت جانت از بدن من چنان گرفتی که وقتی که یک حیوان زنده باشد و او را زنده به زنده گفت پوستش میکنند و چگونه درد پیدا میکند، همون درد گفت 1000 مراتبه دیگر گفت با زیادتر. از اون دیده گفت چشید این جان کندن من گفت بر من سخت آمد. حالا که عزرائیل چی گفتن؟ من گفت مهربانی بر تو کردم. حضرت عیسی را خدا رحمت کند که یکی از معجزه هاش این بود که مرده 1000 ساله را زنده میکرد. بعد باورش میکردن که این پیغمبر است. وقتی میگه قومش گفتن عیسی گفتن تو هر مرده که زنده کردی مرده های همین 500 ساله و 1000 ساله بودن،
ما یک مرده میدانیم به نهایت قدیم است، اگر همون را زنده بکنی ما تو را باور میکنیم. البته قوم سرسخت حضرت عیسی گفتن میلش کدام مرده نباشد به اذن الهی انشاءالله زنده می شود. آوردنش میگه پیش بچه حضرت نوح سام که این به نهایت قدیم است و گفتن این قوم این قبر سام است، بچه نوح، همین زنده کن. حضرت عیسی میگه جای نماز پرتافتن، 2 رکعت نماز خواندن و دعا کردن که خدایا در پیش این قوم جاهل مرا تو خجالت نمان. این شدت مرگ، بزرگی مرگ از وصف کردنم بالا بوده است، این را وصف کردن نمیشید است. ولکن سأوصف منه شیئا، لیکن عبدالله من بر تو کمی از این را بر تو بیان میکنم که شدت مرگ چگونه من حس میکنم. حضرت چی گفتن؟ گفتن علی کتف جبل و رزوه. الحال گفت عبدالله من حس میکنم که من نمیدانم که بالا همین کتفی من همون کوی رزوان هست یا نه، لکن حس کرده ایستادم که همون کتفی من ده یک کوی کلانی که در پهلوی خانه داریم بالای کتفی من است. من کتف ما جمانده نمیتونم، من همتا تصور کردیستم. و دویم چیزی که حس میکنم الروح تخرج من ثقب الابره، همون پلوشی سوزن میگه ما و شما. آیا همون سوراخی سوزن گفت دیده عبدالله؟ حس میکنم که نفسی من فقط به همون سوراخی برآمده است. چنان یک مشکلاتی بالای من آمده است که همین شدت مرگ همتا حس کردم. بالای کتفم یک کوه هست و نفسی من به مثل همون سوراخی سوزن میبراید. و فی جوفی در شکمم باشد شوکتون اوسج، در داخل همین روده های من حس میکنم که بوته خار مرغیلان داخل است که هر یک رگ مرا او میخلاند. همچنان گو حس میکنم. و دیگر وصفی که بر تو کنم گو عبدالله این است که من در همین زمینی که خوابم الحال زمین آسمان در بالای من نزدیک آمده است. فکر میکنم که بین این الحال من جقیده میشم. آیا همتا هست؟ عبدالله که میفهمید اینها یعنی الکی در بگیم یک خیالات این بنده، الکی در روح این بنده گذشته سای، خدا همتا شدت مرگ به بنده همتا ایشان میتد، اگرچه چشم انسان او را نمیبیند. اینا البته شدت مرگ هستند، شدت موت هستند. مرگ البته آمدنی هست، در آمدن مرگ هیچ شک و شبهه‌ای نیست. شاعر عرب میگه الموت یأتی بغتة، مرگ ناگهان به سر بنده مؤمن می آید. مرگ پیشکی حجت ندارد، پیشکی یگان دستخط ندارد، یگان مکتوب روان نمی کند، بلکه ناگهان به بالای بنده چکار میکند؟ هجوم میکند. در هر حالت ما و شما البته تیار باشیم. چگونه ای که رسول اکرم پرسیدند من اکیس الناس، من اکرم الناس، زیرکترین مردم کی است؟ کی است؟ از همه زیرک، از همه چقان، از همه هوشیار کی است ای پیغمبر خدا؟ و کی است از همه دیدن مکرمترین انسان در نزد خدا کیست؟ رسول اکرم چی گفت؟ گفتن من یذکر الموت، کسی که زیاد ذکر میکند موت را، کسی که بسیار به یاد خود میارد موت را، و اشدوهم استعدادا له، و از همه زیرکترین، از همه هوشیارترین بنده همونی است که اولا دائما در یاد مرگ است و دویم این که برای روز مرگش فقط توشه ذخیرت میکند، فقط جمع میکند، عبادت کارهای نیک جمع میکند تا که او یقین میداند که روز از روزها این دنیا را البته میگذرد. افسوس بخوریم دیگر فایده ما نمیکند. مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال،
وقتی مرده را میگه بالای همون تخته در راست میکنن برای شستن، همون مرده میگه یک صدای دارد که صدای او را انسان نمیشنود. لیکن او چی میگوید؟ مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال: بود مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه. همراه جسم بود جان من، مدت گفتم این و وان من. در محلی که کردم و گفتم، بود فکرم عیالم و جفتم. تا که گشتم خراب و بیچاره، ناتوان حال زرد رخساره. حضرت میگه به سوی همون غسال همین گپا را میگفت است که ای غسال، من هم مثل تو تر و تازه بودم، من هم مثل تو قوت داشتم، مثل تو حرکت کننده بودم. هر دمی که میخیستم و مینشستم، فرزندها و زن و فرزندهام در یاد من بود. حتی چنان مهنت زحمت برای من فرزند و کودکام کردم که این چهره زردی که از من میبینی همه این برای فرزند زن است. مهنت ها میکردم. لکن امروز چیکار کنم که مرگ بالای من آمد و مرا بالا برای شستن آماده کردن. من خود دیگه غیرتی ندارم که بدنی خود بپوشم. میروم برای زیمو باریک، در دوام میگفته است، میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. البته راه میرم که خیلی راه باریک است. خانه داخل میشم که هیچ روشنی ندارد. روشنی گور چی است؟ قرائت قرآن است. روشنی گور چی است؟ نمازی با جماعت است. روشنی گور چی است؟ ترس خدا است. میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. این همه در مقام میماند، سر تنهام میفرستاند. همه آن چیزایی که من در دنیا ذخیره کردم، همه آن چیزایی را که من توپ کرده جمع کردم، همه این در مقام میماند، سر تنها میفرستاند. سر تنهای مرا میفرستاند. در دوام گفت آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. آن چیزی که وقتی جان دادن من گذشت، ای را بجز خدا و بجز من دیگر هیچ وصف کردنش ناممکن است. آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. بعد از این عقوبه هاست پی در پی، می ندانم چی بگذرد در وی. با بعد این جان دادن من میدانم که چند عقوبه های دیگر، عذاب گور است، سوال منکر و نکیر است، گذشتن پول صراط است، دادن نامه اعمال است. آیا اینهاش چگونه بر بالای من میامه باشد؟ اینش من نمیدانم. حضرت در آخر ما و شما را همان مرده نصیحت میکند. زنده ها که نصیحت دارند، مرده بر ما و شما چی میگوید؟ گوش باید بشنود این را. برای این سخنهایی که میگیم، برای این گوش انسانی در کار، گوش عاقلی در کار، گوش آدمی در کار که این گپ در اصل قبول کند. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. برای این سخنها گوش در کار. گوش سر با جمله حیوان همدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است. برای این سخنها گوش دل لازم. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. با چشم میبینی مرده را میشوی، با چشم میبینی تابوت را میبرداری، با چشم میبینی برده را در لحد جا میکنی. لکن تعجب آور است که خود عبرت نمیگیری، خود به خود نمیای که فردا من هم داخل این قبر هستم، من هم البته یک مردشوی را بهر من میکابند. این شب به یاد ما و شما نمیآید. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. حضرت میگه مرده را که دیدین به خود بیاین. همون خود مرگ است. اون حالی که او برادر گرفتار است، او را مرگ هم تکرده است. من بر شما نمیگم که تمنای مرگ کنید، زیرا ابو هریره روایت میکند، حدیث پیغمبر خدا را
رسول الله گفته است لا یتمنى احدکم الموت. امتان من شما مرگ آرزو نکنین، نگین که خدایا مرا تیزتر از دنیا ببر. ایرا نگین که شما گناهکار میشین، نگین که خدایا مرا تیزتر از دنیا ببر. برای چی؟ برای این است که رسول الله میگه که لعلکم یزداد، اما محسنا لعلکم یزداد. اگر تو آدم نیکوکار باشی شاید نیکیت زیاد شود، و این کان مسیئا، اگر تو گناهکار باشی لعلکم یستعتبه، شاید که تو توبه کنی و به سوی خدا باز بگردی. از این خاطر گفت شما مرگ هیچگاه افسوسش نخورین، هیچگاه تمنا نکنین، لکن استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از مرگ آمدن شما حتمی برای مرگ برای خودتان آماده داشته باشین، باید که تیار باشین. شما فکر نکنین الحمدلله که امروز نوابسته من بدانم که آدمی در زینه پست از دنیا میگذرد و مالدار و دولتدار و منصبدار نمیگذرد، این برای ما و شما یک افسوس است. لیکن همه میگذرد. در دنیا هیچ کس ابدی نمیماند، همه مورد سوال در نزد خدا با قرار میگیرد. این است یک مختصرا درباره مرگ و آن شدت هایی که البته دارد. باز بر شما میگم که خیلی موضوع مرگ خیلی موضوع درازی هست. برای مرگ بیان کردن شاید برای ما و شما با 2-3 جمعه دیگر لازم باشد که باز ایرا مفصلتر و مکملتر برای شما بیان کنیم. لیکن البته برای آدم عاقل باز گشته میگیم که همین تابوت هایی که از پی شما میگذرد همین خود همش موعظه هست، همین خود خبردار کردن است که ای انسان تیاری خود ببین که فردا نوبت تو هست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و از اجرهایی که در این موعظه موجود است خدایا بر این گوش کننده ها و بر رسانه